بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بعون الله سبحانه وتعالى الدرس من كتاب أضرار الحزبية على الأمة الإسلامية لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. يعني ما امروز با یاردم الله حق سبحانه و تعالی درس را از کتاب بنام أضرار الحزبية على الأمة الإسلامية آغاز میکنیم ان شاء الله. یعنی ضررهای حزبگرایی بالای امت اسلام، یعنی ضررهای حزبگرایی، یعنی حزبگرایی، حزب تشکیل کنی بر سر امت اسلام چی ضرر می آورد. این کتاب از آن شیخ علامه محدث ابو عبدالرحمن یحیی ابن علی حجوری می باشد. الله حق سبحانه و تعالی این شخصی بزرگ را محافظت کند. شیخ می فرماید برای چی یعنی اساسا ما این کتاب را اختیار کردیم، گرچنده که ما طی چندین ماه حتی گویم سال می شود که نیت و عزم و اراده کردیم برای درس کردن این یا که درس کردن از این کتاب خیلی هم پربرکات، ولی الله سبحانه و تعالی خواست و خواهشش همون شد است که امروز ما آغاز کردیم. از الله سبحانه و تعالی مسئله داریم که او ما و شما را یعنی از این کتاب بهره‌مند گرداند، زیرا اینکه واقعا در اینجا شیخ خیلی هم دلیل های برزیادی را از قرآن و از احادیث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گرفته ذکر میکنند. واقعا اگر کس از روی عدالت و از روی انصاف این کتاب خواند، در حقیقت به یاردم الله و به توفیق الله حس میکند که واقعا کسانی که مثال گریم از جاده اسلام برآمدن یا که بگیم از نام اسلام پیش خود حزب تشکیل کردن، حال بایها چگونه بد بوده است، بعد از آن یعنی حس میکنند. نه، شیخ میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره. تمام حمد و ستایش خاص برای الله می باشد. نحمده، ما وی را حمد و ستایش و سپاسگزاری میکنیم. و نستعینه، از او تعالی مدد و یاردم می جوییم. و نستغفره، و برای گناههای خود از او مغفرت و آمرزش می پرسیم. و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، و به الله پناه میبریم از شر نفسهایمان و از اعمال ناسزایمان. من یهده الله فلا مضل له، کسی را الله هدایت فرماید یگان کسی نیست که وی را گمراه کند. و من یضلل فلا هادی له، و کسی را الله گمراه کند یگان کسی برای او هدایت کننده نیست. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، من شهادت میدهم که جز الله یگان معبودی بر حق نیست. وحده، او تنها است. لا شریک له، یگان شریک و همتا ندارد. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و علی آله و سلم تسلیما کثیرا، و شهادت میدهم که محمد بنده و فرستاده اوست صلی الله علیه و علی آله و سلم تسلیما کثیرا. اما بعد، یعنی سپس بعد از یعنی این حمد و ستایش و صلوات و سلام به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم،
یعنی حمد و ستایش برای الله و صلوات و سلام به پیغمبر او صلی الله علیه و آله و سلم. الله تعالی میفرماید در سوره آل عمران در آیه 102: یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که شما ایمان آورده اید، اتقوا الله حق تقاته، از الله چنانه که لایقی ترسیدن است تقوا کنید، چنانه که لایقی تقواست تقوا بکنید. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، و شما جز مسلمان ممیرید. و نیز او سبحانه و تعالی در اولی یا که گویم در یکم آیت سوره نساء میفرماید: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، ای مردم از پروردگارتان که شما را از یک تن بیافرید تقوا کنید. و خلق منها زوجها، و از این یک تن یعنی از آدم جفت او را یعنی که همسر او را بیافرید. و بث منهما رجالا کثیرا و نساء، و از این دو مردان و زنان بسیاری را پدید آورد، پهن کرد، یعنی که نه. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، و از الله تقوا کنید، ذاتی که به نام او از یکدیگر سوال میکنید، میپرسید، و شما تقوا کنید از یعنی که خویشاوندان، یعنی که از قطع گردانیدن علاقه خویش و تباری را. ان الله کان علیکم رقیبا، هر آینه الله بالای شما رقیب و نظارت کننده و یعنی که خبردار و آگاه است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا، این سوره احزاب آیه 70 تا 71 است. میفرماید: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا، از الله تقوا کنید و سخن راست گویید. یصلح لكم اعمالکم، در نتیجه یا الله اعمال شما را اصلاح کند. و یغفر لكم ذنوبکم، و گناههای شما را مغفرت کند. و من یطع الله و رسوله، کسی اطاعت از الله کند و اطاعت از پیغمبری او کند، فقد فاز فوزا عظیما، واقعا این کس یعنی که به کامیابی بزرگ چه نصیب دار شده است، یعنی که جنت. اما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد حذر المسلمين من سنن الجاهلية. فإن الله سبحانه وتعالى قد حذر المسلمين من سنن الجاهلية. واقعا الله سبحانه وتعالى مسلمان ها را از یعنی که در قرآن حذر کنانیده است، یعنی آگاهانیده است، آگاهی داده است نسبتی سنتی جاهلیت. یعنی مسلمان ها را در قرآن خبر داده است که احتیاط کنید که مبادا در میان شما سنتی جاهلیت جاری نشود، داخل نشود. مراد از سنت جاهلیت راه و روش، عرف و عادتی که در دوران جاهلیت میکردن، عرف و عادتی که در دوران جاهلیت میکردن. نه، مراد از یعنی که چی؟ سنن این عرف و عادتی، عرف و عادت اساسا در نظر دارد. راه و روش چخیلی که الله تعالی در سوره آل عمران در موردی مثلا سنن میفرماید که قد خلت من قبلكم سنن، واقعا از شما پیش راه و روش ها، عرف و عادت های گذشتن. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین، بس شما در زمین سیر کنید و بنگرید چگونه شد عاقبت دروغگویان. یا که الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیه 26 میفرماید: یرید الله لیبین لكم، الله میخواهد که برای شما روشنی اندازد. و یهدیکم سنن الذین من قبلکم، و میخواهد که شما را نشون دهد به اون راه و روشی که مثال گیریم از شما پیش بودن انسان ها. و یتوب علیکم، و میخواهد که توبه شما را بپذیرد. والله علیم حکیم، الله دانا و با حکمت است. این بود یعنی معنای سنن در قرآن. نعم. شیخ میفرماید: فإن الله سبحانه وتعالى قد حذر المسلمين من سنن الجاهلیه. واقعا الله سبحانه و تعالی مسلمان ها را آگاهانیده است از راه و روش و عرف و عادت جاهلیت. مراد از جاهلیت چیست؟ یعنی
اون عرف و عادتی که پیش از اسلام در میان مردم بود، در میان مشرک ها بود. مثلا نسبت جاهلیت الله سبحانه و تعالی مثلا در قرآن میفرماد که ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم. بعد از آن الله بالای سر شما بعد از غم یک آرامی را، همچون آرامی خوابی پینکی را فرستان. یعنی که وقتی که مثلا گیریم هجوم کردن به شما، الله سبحانه و تعالی شما را خوابانید، کاری کرد که خواب را بدو یک دیگرتون شکست خوردنش دیده چی نگریزید، ندوید که شما را به قتل نرسانند، گفته خوابانید شما را. یغشا طائفة منکم، یعنی که یک گروه، یک دسته از شما را همین خواب پینکی آمده از هوش میبر. و طائفة قد اهمتهم انفسهم، یک طایفه دیگری بود که واقعا و یا فقط غم و اندوه جان خودشون میکردن. یظنون بالله غیر الحق، در حق الله گمانی ناحق میکردن، یا که درباره الله گمانی ناحق میکردن. این گمان ظن الجاهلیه میگن، گمانی جاهلیت میگفتن. سوره آل عمران 154. یعنی در همون وقت چی گفتن که مراد از یعنی که گمانی بد کردن نسبت الله ان النبی قتل، یعنی پیغمبر کشته شد، یا که او انه لا ینصر، از طرف الله نصرت دادن نمیشه. بیاد حالم سری وقتی که چیکار کنیم، بعضی کسان میخوان گمان کردن که مثلا بیاد امید حالم سری وقت است چیکار کنیم، دست برداریم تسلیم مشرکا شویم و گویم که تمام کو خیر یک دین اسلام در آمدیم، فهمیدیم دیدیم که الله او را نصرت نداد این پیغمبر، یا که کشتن باید که نمیمرد انا مرد. به همین خیلی یک گمان ها در سرشان چی آمده ایستاده بود. الله سبحانه و تعالی طایفه از اونها را چیکار کرد، یعنی خوابی پینکی فرستانید، همچون کنج مانند و یا به قتل رساندن توانان گفته. یعنی صحبت درباره گمان جاهلیت رفته شده است، یعنی یا که گیم در کلمه جاهلیت، یا که درباره جاهلیت مثال الله تعالی در سوره مائده آیه 5 میفرماد که افحکم الجاهلیت یبغون، آیا ایشان حکم دوران جاهلیت میخواهند، طلب میکنند. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، برای قومی که ایشان یقین باور میکنند، یعنی ایمان بیشک و شبهه دارد. برای چنین انسان ها آیا از حکم الله دیده یگان حکمی هست که او زیباتر باشد؟ نیست که. بس چرا حکم جاهلیت ایشان کوشش و تلاش میکنند؟ قال تعالی، الله تعالی مثلا درباره مثلا عرف و عادت جاهلیت، یا که بگیم کلمه جاهلیت چگونه است، گفته مثلا میفرماید در سوره احزاب آیه 33 و قرن فی بیوتکن، زنها رو میگه که در خانه قرار گیرید، در خانه شینید. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى، یعنی زینت خودتون آشکارا کردن نگرده در قطع کوچه. تبرج الجاهلیت الاولى، چه خیلی که در دوران جاهلیت پیشینه چیکار میکردن، یعنی که نه سطر داشتن و نه حجاب داشتن و نه هیچ، بندای دل همه جا کشاده میگشتن، برهنه میگشتن، برهنه و نیم برهنه میگشتن. خیلی نکنید، چه خیلی که امروز اکثر زنها چه نعوذ بالله به چنین یعنی که تبرج مبتلا هستند. و الله تعالی میفرماد که اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمیة حمیة الجاهلیه، وقتی که جعل الذين كفروا في قلوبهم، یعنی که قرار دادن کافرها در قلب خودشان ناموس را. این ناموس از چی عبارت بود؟ حمیة الجاهلیه، یعنی که ناموس جاهلیت. گویم مثال سوره فتح آیه 26، این یعنی کلمه جاهلیت میخواد. بنابراین الله سبحانه و تعالی در قرآن واقعا در بسیار جاها مسلمان ها را حذر کنانیده است، یعنی احتیاط کنید گفته است از راه و روش و عرف و عادت دوران جاهلیت. و ابان لهم سبحانه و تعالی ضرر حمیة الجاهلیه، الله سبحانه و تعالی در قرآن برای مسلمان ها بیان و روشنی انداخته است ضرر و شر حمیت الجاهلیه. گفته یعنی که حمیت گفته اساسا ناموس، ننگ و ناموسی که وای ننگ و ناموسی اسلامی نیست، ننگ و ناموسی جاهلیت چه خیلی هست. ننگ و ناموسی جاهلیت این یک ننگ و ناموسی می باشد که از قبول حق انسان نگه می دارد. از چنین یعنی که کدام انسانی که
برای او مثال گیریم پیشنهاد کرده شود قرآن را، حدیث را، احکام الهی را، سنت پیغمبر را پیشنهاد کرده شود، اون ناموس کرده شرم می‌دارم بود، یعنی که از گفتی دادا و بابایی خودم دست نمیکشم، گفته سنت قبول نکند، عقیده سالم قبول نکند، منهج قبول نکند و معلوم میشد است که این ننگ و ناموسی جاهلیت بوده است. از کجا فهمیده شد؟ زیرا اینکه این ننگ و ناموسی شده ایستاده است که از قبول حق او را مانع شده ایستاده است. اما ننگ و ناموسی اسلامی کسی دارد و یعنی که وقتی که قال الله گفتن، قال رسول الله گفتن، این یعنی که علی راس خیلی که میگن علی عین، یعنی بر نور چشم و تاج سر باید که حکم و قانونهای الهی را، منهج پیغمبر آوردگی باید که قبول کند. نعم. مثلا الله عز و جل میفرماید که فقال عز من قائل، الله عز و جل چنین میفرماید اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمیة حمیة الجاهلیه، وقتی که مثلا کافرها در قلب خودشان جایگیر کنندن حمیت را، یک ناموس را که این ناموسی جاهلیت بود، یعنی ناموسی دوران جاهلیت. مثلا همین دوران جاهلیت بعضی انسان ها هستن که اگر آیلش سطر پوشیده، سطر زیبا شرعی پوشیده، قد کوچه براد، یعنی بعضی هم خیلی دیگه هستن که چیکار میکنن، شرم دارن خیلی، یعنی که خودی کمپیرها نشو گفته این گویا که من در پیش یارو شریک و یارو دوستم شرم دارم میگویم. فهمیدید این چی ناموس بوده است؟ این گویا که ناموسی جاهلیت، زیرا که سطر یعنی که این اساسا ناموسی اسلامی ای سطر کردن. یا که مثال گیریم بعضی مردها هستن که اگر ریشمان طبق سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در اخلاق و در رفتار و در لباس و در همه جهت خودشون طبق سنت کنن، میبینن که مثال گیریم همون زن هم قطعی کوچه نمیگه که خونی پدر و مادرش نمیره. هم زن ها هستن که میگن که عریش تو من شرم دارم در قد کوچه ایسوسو، یک ناموس می، اینم چیه؟ ناموسی جاهلیت است. این کاری کافر است. ما نگفتیم چون این کسا کافر هستند، اعوذ بالله. نه، یعنی که در خواندن این آیت، یعنی سوره فتح آیت 26 باید برای ما و شما چنین درس شود که چرا الله سبحانه و تعالی درباره کافرها این چنین سخنها را نقل میکند. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمیة حمیة الجاهلیه، یعنی هنگامی که یا که باید هنگامی که کافرها در قلب خودشان جایگیر کنندن چرا؟ ناموس را. و این ناموس از چی عبارت بود؟ چگونه ناموس بود؟ ناموس دوران جاهلیت بود. بنابراین این همین آیت خواندگی انسان میفهمد که الله سبحانه و تعالی قد حذر المسلمین، یعنی مسلمان ها را، یعنی آگاهانیده است که شما احتیاط کنید مبادا این سنت جاهلیت، این ننگ و ناموس جاهلیت با در قلب شما جایگیر نشود. این چنان ننگ و ناموس هستی که نشانه است از چی عبارت است؟ المانعه من قبول الحق. فهمید؟ المانعه من قبول الحق. اگر ببینید یک ننگ و ناموسی که پیدا شود در قلب شما قابل حق نباشد، بالعکس حق برای او بیاد، اگر حق رد میکردگی باشد، دونید که نعوذ بالله این یعنی که ننگ و ناموس جاهلیت در قلب شما جایگیر شده است که باید که اینه اصلاح کرده شود، باید قلب تبابت کرده شود. وقتی که انسان در قلب او ننگ و ناموس جاهلیت جایگیر شود و میبینه تشکیل مثلا گیریم چشم رو و سر و فوک او، لباس های او، دیگه عضوهای او هم بیرون شدن میگیرد، زیرا که صلاحی بدن وابسته به صلاحیت و آبادی قلب است. قلب که آباد شود، خیلی در حدیث ها ما شما خواندیم که مثال قلب آباد شود دیگه عضوها هم ان شاء الله آباد می شود. از الله سبحانه و تعالی مسئله دارم که قلب های هر کدام ما و شما مؤمن و مسلمان ها را اصلاح کند و درست کند و آباد کند و تازه کند. شیخ می فرماد و یا له من ضرر حصل على اولئک المشرکین، و یا له من ضرر حصل على اولئک المشرکین. نگوید، میگوید چقدر ضرر فرامد بر سر این مشرک ها، چقدر ضرر روی داد، یا که بگویم مثال گیریم فرامد در سر این مشرک ها. گفته یا له، این تعجب است. فهمیدید؟ و یا له من ضرر حصل علی اولئک المشرکین. این مشرکایی که در قلبشان چنین ناموس جاهلیت، عرف و عادت جاهلیت پیش اسلام داشتن، چگونه یعنی ضررها در سرشان فرامد که از همه ضرری بدتر و خبیثتر و که الله او را نمی بخشد، این چیه؟ این شرکه. آخو یارو مشرک گفته است دست کشه.
از همین ضرر بزرگ در سر مشرک‌ها از کدام طرف آمد؟ یعنی سرچشمه این از چی شد؟ از چی پیدا شد؟ من هذه الحمیه حمیه الجاهلیه، از پشت همین چی؟ حمیت یعنی ننگ ناموس. و چه ننگ و ناموس؟ حمیت الجاهلیه، ننگ و ناموسی دوران جاهلیت. کاش و ننگ و ناموسی اسلامی می بود. ادى بهم الى الشرك بالله سبحانه و تعالی. خب این ننگ و ناموسی جاهلیت این مشرکا را این مردم به کجا آورده رسون؟ ادى بهم، اینها را برده رسون به شرک. یعنی مشرکشون کرد، در برابر الله شریک مقرر کردن، شرک آوری کردن. انا عاقبتی بده، عاقبتی یعنی که بدی شرک یا که بگم ننگ و ناموس جاهلیت دیده. بنابراین شیخ واقعا گفتی شد است که کسی قرآن خوان باشد از مسلمان ها و این آیت وقتی که خوان باید درک کند که واقعا قد حذر المسلمین من سنن الجاهلیه. در چندین جای قرآن الله سبحانه و تعالی درباره راه و روش و عرف و عادت دوران جاهلیت ذکر میکند که مسلمان ها احتیاط کنند گفته، ولی کنی مسلمان هایی که قرآن خوانند و معنای او را درک کنند. حالی یعنی که مسلمان های قطاری عادی اون جانب هستند و این مدعی هایی که مثلا گیریم به حزب و به هر فرقه و به هر جماعت مردم سرسون و سرگردان کرده ایستادن، خودشون چیز گفت همین قرآن خوندن میتونن اکثرشون و خوانن هم همون جاهایی رو میخوانن که همون معنی داد میکنن طبق یعنی فایده نفسانی خودشون. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. خب این نعم چی گفت شیخ؟ گفت که ادى بهم الى الشرك بالله سبحانه و تعالی. انا همین ننگ و ناموس جاهلیت ایشان برد به کدام طرف؟ به یک اتجاهی که در اونجا شرک آوردن به الله، اینو مشرکشون کرد. و الى البقاء على عبادة غیر الله. این ننگ و ناموس جاهلیت ایشان کار کرد که در عبادت غیر الله ابدی باقی ماندن، دیگر جدا شدن نمیتوانند. فعلم من ذلك انه لا يجوز لمسلم ان يستن بسنة الجاهلیه. شیخ میفرماید فعلم من ذلك انه لا يجوز لمسلم ان يستن بسنة الجاهلیه. از این دانسته می شود، از این سخنهای شیخ که دلیل از قرآن می آورد دانسته می شود که برای یگان مسلمان جایز نیست که یعنی که انجام دهد طبق سنت جاهلیت. هر کار را دید که این سنت از سنت جاهلیت، هر عرف دید که از عرف عادت دوران جاهلیت می باشد، نباید که به این راه رود. هر راهی که دیدید که این راه جاهلیت باید دست کشید. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري، چنانه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علی آله و سلم در صحیح بخاری که ترجمه شده است به زبان تاجیکی ما و شما که میخوانند و هم تو میگذارند و برفت، من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما، روایت از حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود: ابغض الناس الى الله ثلاثه، بدترین مردم در پیشگاه الله سه طایفه انسان ها هستند. وقتی که این سخن میخوانید بارک الله فیکم باید که قیاس کنید که من نباشم در همین، یعنی همین یعنی در قطار این مردم بد در پیشگاه الله مبادا من نباشم. گفته انسان باید که خودش کنترل کند، باید که خودش نظارت کند. بارک الله فیکم. ابغض الناس الى الله ثلاثه، سه طایفه انسان ها هستند که یعنی که مبغوض ترین، بدترین، قباحت ترین مردم می باشند در پیشگاه الله. ملحد فی الحرم، ملحد در حرم، یعنی در حرم ظلم میکردگی، یعنی در مکه، در حدود مکه جایی که حرم مقرر کرده شده در همونجا کسی در حق یک کس ظلم کند، این از همه بدترین مردم است. نخواد در همین خیل جا که ظلم حرام است و این آمده در اونجا ظلم کند. و مبتغ فی الاسلام سنت الجاهلیه، کسی در اسلام تلاش و کوشش و حرکت تشکیل میکند برای خاطر احیا کردن سنت جاهلیت. چه خیلی که حزبی ها امروز تشکیل کردن، هر حزب و هر رویه را نام اسلام. فهمیده؟
کسی که در اسلام سنت و راه روش دوران جاهلیت برقرار کند در اسلام از نام اسلام، این هم بدترین مردم است. و مطلب دم امرئ بغیر حق لیحریق دمه، و کسی که در تلاش و در جستجوی ریختن خونی بغیر حق باشد، یعنی یک انسان از پشتش میپاید میگردد که چیکار کنم که همینه به قتل رسانم ناحق. این چنین انسان ها یعنی که از مبغوضترین، بدترین، خنکترین انسان ها محسوب میشوند در پیشگاه الله حق سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی از چنین انسان ها ما و شما را از چنین خصلت ها نگه داشته باشد. نه. و شیخ میفرماید فالمتبع سنة الجاهلیة ابغض الناس الى الله سبحانه. اکنون یعنی از این حدیث جای اساسی را گرفته می شود، یعنی که موضوعی ما در داخل این حدیث هست و مبتغ فی الاسلام سنة الجاهلیه. فالمتبع سنة الجاهلیة ابغض الناس الى الله سبحانه. شیخ می فرماید که کدام انسانی که به راه و روش دوران جاهلیت اقدام میزند وی از همه بدترین انسان ها است در پیشگاه الله حق سبحانه و تعالی. چرا؟ لأن الله جعلنا على شریعة کاملة شاملة تامة. چونکه الله سبحانه و تعالی ما را در یک شریعت مانده است که این شریعت پره است، همه چیز دارد، یگون نقصان ندارد که محتاج به حزب تحریر، محتاج به حزب نهضت، محتاج به جماعی تبلیغ یعنی که تکفیر و هکذا محتاج این نیست. ما دین کامل داریم. بس چرا از این دین یعنی که ما برآمده با یک دینی نوی تشکیل میکنیم یا که بگیم در داخل این دین استاده که حق دارد که بالای شریعت الله سبحانه و تعالی با یک قانون اعلام کند. الله سبحانه و تعالی برای کامل بودن، شامل بودن و تام بودن این دین در قرآن در سوره مائده در آیت 3 میفرماید که الیوم اکملت لکم دینکم، امروز من برای شما دینتون مکمل کردم ای حزبی ها. و اتممت علیکم نعمتی، نعمتی خود را بالای شما ارزانی بخشیدم. شما محتاج یعنی که دیگه نعمتهای غرب و شرقی که شما را فریب کرده در بین مسلمان ها تفریقه انداختنتونه یعنی که محتاج اون نیستید. نعمتی مرا چه خیلی شما میپردازید یعنی که از آقان و از دیگر جا یعنی که چیکار میکنید در اساس دموکراسی حزب اسلامی تشکیل کرده مردم سرسام میکنید در بین مسلمان ها. و رضیت لکم الاسلام دینا، من برای شما اسلام را همچون دین پسندیدم. آخر رضاگی الله در این دین باشد بس شما رضاگی، بس چرا شما رضاگی غیر الله را میجوید؟ معلوم است که رضاگی الله را میخواهی در انمی دین میابید. اگر از این دین بیرون یکون کار کرده به نام دین تو از رضاگی الله دست کشیدگی میشوید. و قال و الله سبحانه و تعالی میفرماید در دیگر موضع یعنی در سوره جاثیه آیت 18 تا 19 ثم جعلناك على شریعه، ما تو را در بالای شریعت برقرار کردیم، استوار کردیم. ای طریقت و سنه، در بالای یک راه هستی تو، در بالای سنت هستی. من الامر، این راه، این سنت، این شریعت من الامر ای من الدین، از دین است. یعنی این کارهایی که تو یا که این احکامی که تو از نام دین گپ زدی یعنی که از نام شریعت گپ زدی، در شریعت این خیل است، در شریعت این است، در شریعت این جایز است و ناجایز است گفتن تو، همین اینها از پیش تو نیست. من الامر یعنی اینها از دین، پیغمبر از دین گپ میزند. الله سبحانه و تعالی خطاب به پیغمبرش میکنه که ثم جعلناك على شریعت من الامر، یعنی از این دین ما تو را یک قانون، یک شریعت، یک راه و روش برای تو یعنی که مقرر کرده هستیم. فتبعها ای فتمسک بها، تو باید که این شریعت صح قپی، از شریعت بیاری این کار نکنی. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، تو خواهشات نفسانی کسانی که علم و بی سواد یعنی که علم ندارن و بی سواد و جاهل هستن اپشی ویا نرا. انا خیلی که امروز حزبی ها یک دو سه مثال که چی اپشی بی سوادا میروند، علم ندارن، کورکورانه. من به نزدیکی میگویند یک مجلس انده وقتی که او را به تنگش میارند که
رابری حزب که میگن که آخه این آیات رو شما نادرست ترجمه میکنید، شما ناحق هستید. من مثلا یکی از همون نماینده‌های همین تشکیل کننده حزب نهضت بودم، شما خطا هستید، ما توبه کردیم. میگه که ما اكو تو مردن همین خیل میرویم. معنی گپش ما تو مردن همین خیل میرویم، در روز قیامت یعنی دامن شما رو میگیریم که شما ما یعنی که ناحق بودیم. چرا تو رو گفته ایستاد است نامرده، چرا کارت به روز قیامت میمونید؟ در روز قیامت فقط کافر هستن که آرزو میکنن که دوباره به دنیا گردن. نخود که تو اینقدر بی سواد یعنی که احمق باشی که تو برای تو قرآن و حدیث پیشنهاد میکنن ناحق بودم، یعنی الله من هدایت کرد، میگه یعنی یک برادری مسلمان تو میگویی که نه شما تشکیل کردید همینه، ما با شما باور کردیم و تو باور کرده باشی، بس چرا امروز باور نمیکنی که ناحق بودنی شما را یعنی اثبات کرده ایستاده است؟ بنابراین الله سبحانه و تعالی با پیغمبرش خطاب میکند ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. این بی سواده را، این بی علم را از پس یعنی خواهشات نفسانی اینا نرو. انهم لن یغنوا عنك من الله شیئا. اینها یعنی این انسان ها چنین انسان‌هایی هستند که لن يدفعوا عنك شیئا، از تو یگان چیز حمایه کردن نمیتونن. ما میگیم که مثلا میگیم ما ناموس مسلمان ها را حمایه میکنیم، ما حق و حقوق مسلمان خاکت رو حمایه میکنیم. یگان چیز حمایه کردن نمیتونی. هر جا که شما هستید در همونجا فسادی است، هر جا که شما هستید در همونجا یعنی که یک مصیبت و یک بلا یک مشقت در سر مسلمان ها میبود، ولی مسلمان ها این حال درک نمیکنن. مسلمان ها این حال درک نمیکنن. مانند بعضی کشورهای عربستان که وقتی که جنگ و جدال و وقتی که مثال گیریم با دولت های جنگ میخیزونن که حال آماده جنگ کردن هستند و خودشون میگریزن دیگه، دولت ها رفته استراحت میکنن، یعنی که مسلمان های عادی چه هلاک و فوتیدن میگیرن. بعد میفهمید لیکن دیر میشه. بارک الله فیکم. انهم لا یغنوا عنك من الله شیئا. این کسانی که علم ندارن، بی سواد هستن، از پس خواهشات نفسانی ایشان نرو که اینا از تو از طرف الله یگون چیز دفع کردن نمیتونن. الله با میبینه از سر چه خیلی بلا رو میفراد که دیگه اینا همش میگریزن میرن. و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض. این ظالم ها بین یکدیگرشون یاردمچی یکدیگرن. والله ولی المتقین. الله باشد کمک رسان و دستگیری تقوادار هاست. دیده تقوا از چی عبارت؟ یعنی که این آیت به چی خاتمه داده شده است؟ والله ولی المتقین. الله یعنی کمک رسان و دستگیری متقین هستند. اگر خواهی که تو از متقین باشه ای مسلمان، باید که تو حس کنی که الله سبحانه و تعالی تو را در یک راه قرار داده است یا که گذاشته است که این راه از دین است. فتبعها، از این راه بیران نشو. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. ای مسلمان براه این یعنی که بخواهشات طبق خواهشات نفسانی اینها، طبق برنامه‌های فریب کردی اینها، دروغ اینها نرو که اینها لا يعلمون، علم ندارن. انهم لا یغنوا عنك من الله شیئا. فقط برای خاطر این راه الله بیرون شدن از یک بلا در سرت الله میبرن، اینها دیگه تو را حمایت کردن نمیتوانند. چندین خوارج هستند که برای خاطر از دولت گریزم گفته چیکار منه در حزب نهضت داخل میشوند، به حزب نهضت پناه میبرد که دولت منه دستگیری نکند. گفته نگاه کنید، به حزب نهضت پناه میبرد. توبه به الله نمیکنه از خوارجش. فهمیدید؟ چندین انسان ها را ان شاء الله نام و نسبشون میدونیم که بارک الله فیکم، یعنی که از کار خوارجی، از بی عقلی، از بی فراستی، یعنی از کارهای نادرستی که ضد قانون الهی اولا می باشند، که ثانیا ضد یعنی که حکومتی یعنی که امروزی ما می باشند، گریخته چیکار کردن در حزب نهضت اسلامی شامل شدن، گویا که پناه بردن برای هم یک کارش که گرفتن. اما امروز در کجا هستن؟ در حبس خانه. وقتی که الله سبحانه و تعالی مقرر کرد که اون جزایی که اون یعنی که مصیبتی که در سر مسلمان ها آوردی، اون دسیسه که در بین مسلمان ها پهن کردی، وی جزاش باید بینی، باید جزای او یعنی که دیده نمیشه. وقتی تو توبه میکنی، توبه نکردی، تو به جای توبه کردن چیکار کردی؟ تو به حزب پناه بردی. انا الله در سرت بلا را که فرستانید، اینها این حزبی ها لا یغنوا عنک من الله شیئا. هیچ کارت کردن نمیتونن از یعنی که از الله تعالی اینا دیگه حمایت کردن نمیتونن. و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض. این ظالم ها، این کافرایی که مثلا در بین مسلمان ها تفریقه میاندازن، اینها یاردمچی یکدیگرن. شما رو یاردم نمیتن، اینها یاردمچی یکدیگرن، دوستدار یکدیگرن، دستگیر یکدیگر هستند. والله ولی المتقین. الله باشد دوستی نزدیک، کمک رسان دستگیری یعنی
متقین ها هست. برای متقین شدن باید که اینها را انسان خواند، باید انسان را اینها را خوانده، یعنی خلاصه برده. بارک الله فیکم. نعم. فهمه؟ انشاءالله یعنی که این درس ما را دوام میدهیم، باید که از خاطرتون و بارک الله فیکم اینه خوشرو فهمیدن در کار که اما بعد از خطبه شیخ میفرماد که اما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد حذر المسلمين من سنن الجاهلية وأبان لهم سبحانه وتعالى ضرر حمية الجاهلية، فقال عز من قائل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ويا له من ضرر حصل على أولئك المشركين. من هذه الحمية حمية الجاهلية أدى بهم إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى وإلى البقاء على عبادة غير الله، فعلم من ذلك أنه لا يجوز لمسلم أن يستن بسنة الجاهلية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. فالمتبع سنة الجاهلية أبغض الناس إلى الله سبحانه، لأن الله جعلنا على شريعة كاملة شاملة تامة. قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.